کسایی که رژیم میگیریم یه معضلی هست که صبح و ظهر خیلی حالمون خوبه، رژیممون رو مو به مو رعایت میکنیم، اما شب که میشه انگار یه هیولای گنده تومون بیدار میشه و میخواد که همه چی رو بخوره، میل به شیرینی، ریزه‌خواری تا لحظه‌ای که میخوای بخوابی. خب فکر نمیکنم فقط من این شکلی باشم، میدونم که این یه مشکل رایج بین همه ما هاست و تو این ویدیو میخوام بهت بگم که چجوری بهش غلبه کنی. اون لحظه که ساعت 10 شب مغزت داره بهت میگه که یا بهم یه چیزی میدی بخورم یا من واقعا میخوام بمیرم. واقعا کلافه کننده و اذیت کننده است این اتفاق. هم میره رو مخ آدم، هم احساس عذاب وجدان میده و تو 90% مواردم باعث میشه که رژیممون خراب شه. اما خبر خوب اینجاست که تا 90% قابل کنترل و پیشگیریه. من خودم سالها ماها درگیرش بودم و الان میخوایم که راجبش با هم دیگه صحبت کنیم و در انتهای ویدیو راهکارهایی که ازش جلوگیری میکنه رو بهت میگم. ببین یه دوره‌ای بود ساعت که از 6 و 7 عصر میگذشت، هوا که رو به تاریکی میرفت، من انقدر گرسنم میشد انگار میخواستم دیوونه بشم. ببین خودم میفهمیدم که این گرسنگی واقعی نیست، در واقع یه هوس، یه اضطرابه، یه کمبود انرژی. میرفتم میخوردم، رژیمم خراب میشد، به خودم میگفتم خب دیگه حالا که رژیمم خراب شده میتونم همه چی بخورم ولی فردا جبران میکنم. فردام دوباره همین پروسه و سیکل معیوب. از صبح شروع میکردم رژیمم دقیق، پروتئین میخوردم، فیبر میخوردم، نهار همچنین. 6 بعد از ظهر که میخورد من دوباره قاطی میکردم. اون احساس گناه خیلی اذیت کننده بود، یعنی بیشتر از رژیم شکستن اون احساس گناه و عذاب وجدانه رو مخ آدمه. تا اینکه نشستم قشنگ بررسیش کردم، کلی مقاله خوندم، کلی ویدیو دیدم در موردش تا به این چند تا نکته رسیدم و راهکارشون. بزن بریم ببینیم چی هست. ببین نکته شماره 1 اینه که نباید صبحانه ضعیف بخوری یا کلا حذفش کنی. وقتی صبحانه نمیخوریم یا میایم روزمون رو با یه چای و شیرینی و یه قند و توت شروع میکنیم، این باعث میشه که از همون اول روز بدن میره تو فاز حالت ذخیره کردن و بقا و انرژی. چرا این اتفاق میفته؟ چون انسولین میره بالا، یهو با مغز کوبیده میشه زمین و بدن نیاز پیدا میکنه به منابع انرژی و چون بهش خودت فکر میکنی خوردی دیگه بهش چیزی نمیرسونی، اون میره تو حالت بقا. نتیجهش چیه؟ بهت اصرار میکنه مداوم که تو رو خدا یه لقمه بخور. حالا اون یه لقمه هم چی باشه؟ یه ذره کربوهیدرات بخور، یه ذره شیرینیجات بخور. طبق بررسی‌هایی که کردم اون روزایی که من صبحانه نمیخوردم یا یه چیز بدی میخوردم، تا 90% این گرسنگی شب بیشتر میومد سراغم. حتی اگه ناهارم خوب خورده بودم بازم این گرسنگی میومد. بعدن که صبحانه خوردنامو اصلاح کردم و بیشتر پروتئین میخوردم، فیبر در کنارش میخوردم، یه میوه میخوردم، این گرسنگی شبانم تقریبا میتونم بگم نصف شد. یکی دیگه هم مشکلاتی که داشتم پروتئین ناکافی خوردن بود. ببین پروتئین واقعا خاصیت سیر کنندگی داره و میتونه خیلی از این کریوینگاتو، یعنی هوس‌هاتو، این حسایی که بری هی سراغ خوردن و ریزه‌خواری رو از بین ببره. اگر در طول روز کمبود پروتئین داشته باشی، این پروتئین رو بدن میخواد شب جبران کنه. حالا چرا شب؟ چون پروتئین در واقع هورمون سیری رو میاد قانعش میکنه و وقتی تو طول روز بهش پروتئین نرسوندی، این هورمون سیری که قبلا راجبش صحبت کردم اسمش لپتینه، میاد تو رو وادار میکنه، سیر نشده دیگه، تو رو وادار میکنه به ریزه‌خواری، به خصوص کربوهیدرات و قند خوردن. چون بالاخره قند و کربوهیدرات سریعتر جذب میشه، سریعتر قند خون رو میبره بالا، ترجیح بدن قند و کربوهیدراته تا بیاد پروتئین بهش بدی آی بشکنتش، آی تجزیهش کنه، طول بکشه. نه، به خاطر همینه که تو صرفا میل به شیرینیجات برات پیدا میشه. اومدم مثلا فقط یه توست کره بادوم زمینی میخوردم، سبزیجات بیشتر میخوردم که مثلا به خیال خودم تو رژیمم. اومدم تو هر وعده‌ام یه ذرم شده پروتئین اضافه کردم، ماست یونانی، تخم مرغ، سینه مرغ، گوشت و این قضیه باعث شد که شبها واقعا انگار بدنم آروم میگرفت، یعنی بچه‌ای که دیگه گریه نمیکنه. گزینه بعدی خوردن وعده شامت خیلی دیر یا خیلی سبکه. قطعا هستن آدمایی که میگن شام نخور لاغر شی، شاید هم خودشون بتونن این کار انجام بدن. من تا حالا مثال عینیشو ندیدم.
یکی بوده شاید مثلا شام نمیخورده، لاغر میشده قدیما، من هیچ وقت ندیدمش. اگر شاممون فقط میوه باشه، سبزیجات باشه، یه سوپ خیلی رقیق سبزیجات باشه، با اینکه حجم خوبی داره، اما چون قند خون رو سریع میبره بالا و سریع میکوبتش زمین، تو دوباره گشنت میشه. واقعیت اینه که این غذاها چون موندگاری ندارن، مغز خیلی سریع سیگنال گرسنگی رو صادر میکنه. شام بعد باعث میشه که هورمون گرسنگی یا همون گرلین تا نصفه های شب بالاترین حد خودش بمونه و تو رو وادار کنه به ریزه‌خواری و شیرینیجات خوری. حالا یه بارم اینو امتحان کن، شبایی که تو ساعت 7 و 8 قبل ساعت 9 شام میخوری، احتمال به خصوص پروتئین هم میخوری، احتمال گرسنگیت کمتر میشه. اما وقتی هم که شامو خیلی دیر میخوری، چون خیلی فاصله طولانی شده بین آخرین میان وعدت یا ناهارت با شامت، باعث میشه که بدن خالی مونده، قندش رو زودتر جذب میکنه و احتمال اینکه گشنت بشه بیشتره. گزینه بعدی مصرف شیرینیجات و کربوهیدرات توی میان وعده عصره، یعنی قبل از شام. 3 تا خوراکی که قاتل رژیممونه: چای شیرین، بیسکویت، میوه هایی که قند خیلی زیادی دارن. تو با خوردن هر کدوم از اینا نهایت بدن تا 45 دقیقه تا 1 ساعت میتونه انرژیشو بالا نگه داره، قند خونشو. بعد از اون قطعا افت قند پیدا میکنی. به خاطر همین هیچ وقت این گزینه ها رو توی میان وعده عصرت نذار. یه مدت بود ما با بچه‌ها که کافه میرفتیم، مثلا عصرا میرفتیم، شروع میکردیم به کیک خوردن و قهوه خوردن. همین کیکه باعث افت قند خیلی سریع من ساعت مثلا 10 شب میشد. بعد خودم تعجب میکردم، من خودم باورم نمیشد، با خودم میگفتم که خب من امروز که اصلا بیشتر از همه روزا خوردم، کافه هم رفتم، کیکم هم خوردم، چرا الان گرسنگی شبونه بیشتر داره سراغم میاد؟ کم کم که بهش فکر کردم فهمیدم که من تو میان وعده عصرم چیزای شیرین میخورم. به خاطر همین اینو که حذف کردم خیلی راحت تر شده. حذفش هم چجوری کردم؟ حذف نکردم، جایگزینش کردم. ماست یونانی، عسل مثلا با مغزیجات، یا چای رو با خرما خوردم. خیلی تاثیر داشت توی این گرسنگیه. آخرین گزینه که خیلی بهش توجه کردم و کمش کردم، کمکم کرد، استرس بالا بود. وقتی من استرس خیلی زیادی یه روزی تجربه میکردم، کورتیزولم میرفت بالا، به دنبالش قند خون میرفت بالا و گرسنگی شبانه و اشتهای زیاد بهم غلبه میکرد. یکی دیگه گزینه ها استفاده زیاد از گوشی بود قبل از خواب. یه مدت تا 1-2 مثلا گوشی دستم بود، همیشه باعث میشد که خیلی گشنم بشه، چون ناخودآگاه بیشتر بیدار میمونی، ناخودآگاه چیزای خوردنی میبینی و کلا کورتیزول رو میبره بالا. وقتی من گوشی رو گذاشتم کنار 1 ساعت قبل خوابم تقریبا، خیلی کمکم کرد که بتونم این گرسنگی شبانه رو کم کنم. زودتر میخوابیدم و دیگه نیازی نبود که چیزی هم بخورم. یه سری راه حل بهت میدم که تو از همین امشب امروز امتحانشون کن. اگر بر جواب نداد بیا بنویس تا من به راهکارهای دیگه بدم. اولین گزینه‌اش اینه که عصرا تو یه پروتئین کوچولو بخوری. بهت گفتم قبلش، ماست یونانی، یه تخم مرغ پخته، یه نیمرو، یه میوه، بتونه اگه از پودر پروتئین یه کوچولو استفاده کنی، کوکی پروتئینی درست کنی. میگم ماست یونانی تو میتونی با دارچین میل کنی. اینا همه باعث میشه که افت قند قبل خواب نداشته باشی. یه سری نوشیدنی هست که تا 3 ساعت قبل خواب میتونی بکنی که اشتهاتو خیلی کنترل میکنه. حالا چیان؟ اصلا چیزای عجیب غریبی نیست. ببین، یکیش چای نعناعه، یکیش آب ولرم با چند قطره لیمو. اینو امتحان کن، انقدر جلوی ولع و گشنگی تو میگیره که خودت باورت نمیشه. میشه پای ثابت هر شب موقع سریال دیدن. گزینه بعدی اینه که برای شامت برنامه داشته باش و سعی کن که پروتئینی باشه. مثلا اگر حتی سوپ میخوری توش ریش ریش مرغ بریز. خب یکی این که برنامه وقتی داری مغزت دیگه گول نمیخوره که من باید ریزه خواری کنم و چیزای مختلف بخورم. دوم این که پروتئین داشتنش باعث میشه که سیر باشی. بهت گفتم هیچ که اون آدمی که قبلا شب و شام نمیخورده و لاغر شده رو ندیده. همچین چیزی نیست. شامتو بخور به اندازه و پروتئینی. در طول روز کالریشو جدا بذار. من مثلا میدونستم که صبح اونقدر گشنه نیستم، ظهرا نیستم،
میخوردم و نه که نخورم. اما کالری زیاد ترم میذاشتم واسه شب. مهم اینه که تو در طول روز چقدر کالری نقصان داری دیگه، و نتیجهش خیلی خوب بود واسم. تا جایی که میتونی استرس رو از خودت دور کن. استرس زیاد باعث میشه که هورمون کورتیزولت بالا نره، یکم به خودت استراحت بده و موقعی که گشنت شد سعی کن حضور در لحظه داشته باشی، مطمئن باشی که الان گشنته یا نه، یا فقط یه هوس زود گذره. با چند دقیقه مدیتیشن و ریلکس کردن اغلب اوقات رفت میشه این هوسه. حدود 10-15%، 20% مواقع تو اصلا گرسنه نیستی، تشنه ای. خب اینجور وقتا کلا گشنت شد، هوس اومد سراغت، اول یه لیوان آب بخور، یه ذره کوچولو آروم میشی، بعد اون لحظه فکر کن که آیا واقعا گشنته، واقعا هوس کردی، میخوای یا نمیخوای. اگر میخواستی هر چیز دوست داری بخور، اصلا جلو خودتو نگیر. اگر نه، میگم تو 20% مواقع با آب خوردن رفت میشه این هوسه. و حالا در نهایت اگر خوردی، پرخوری کردی، هوس کرده بودی، سعی کن که به خودت استرس ندی، القا نکنی، خودتو سرزنش نکنی. بهتر اینه که بتونی یه سری گزینه‌های بهتری رو جایگزینش کنی. شده 2 نون توست و اسنک واسه خودت درست کنی، اینو درست کن بخور، از کالریش نترس. خیلی بهتر اینه که نیم ساعت بعد حمله کنی به جعبه بیسکویت و شکلات و بخوای اونا رو بخوری. میگم اولش مقاومت کن، اما اگر بعدش نشد لازم نیست اصلا خودتو سرزنش کنی. خلاصه این که در نهایت این که تو در طول شب گشنت میشه نشونه این نیست که تو ضعیفی یا رژیمت خوب نیست و نتونستی، باید به همش بزنی، تو ضعیف شدی، تو نمیتونی راهو پیش بری. مشکل از اونجاییه که داره بهت یه سیگنال میده که در طول روز یه مشکلی داری، اینو باید دنبالش بگردی و رفعش کنی. صبحونه خوب نخوردی، نهار خوب نخوردی، پروتئین کافی دریافت نکردی، استرس داشتی، کورتیزولت بالا بوده یا هر چیز دیگه ای. با یه عصرونه خوب، شام خوب، عصر آروم، اینا همه اینا راهکارهاییه که تو میتونی جلوگیری کنی از پرخوری‌های شبانت. اگر تو هم دچار پرخوری و گرسنگی شبونه هستی، واسم کامنت بذار ببینیم چند نفری و این راه حل رو امتحان کن، ببین کدومش واسط مفید بوده.